اویدی پاورپوینت ما اکنون میگذاریم با ساختن یگان سلایده که در یگان جمله رو باید نمایش دهیم. در خود حاضر باشد من با ساختن سلایدی یکی از خود نمایشی تصویر می نمایم که در دانشگاه به نزدیکی برآمد دارم. برای همین کمتر هم باشد تئوری را حاضر در اینجا میبینیم. کمی اون را تئوری میکنم با شما در اینجا میبینیم. مثال میگیریم. از اول این دیزاین رو من تغییر میدیم. خب اینها با من در کار نیست.
خب اکنون بچه ها میگذاریم به یکی از قانون های دیگری همین برنامه که در اینجا با ما استفاده برده می شود. یعنی همین حرفایی که ما داریم باید چیکار کنیم که حرکت کنیم. برای حرکت کردن این یعنی در وقت نمایش با ما نشون دهند ما با بند سیم وارد می شویم. یعنی با بند سیم که وارد می شویم ما دیزاین یعنی همین صحیفه رو سرلوحه رو انتخاب میکنیم از این جای ها. من از اینها استفاده نبردم چه که میبینید گوناگون میشوند. بیاین یکی از اینها رو ما انتخاب میکنیم. من همین رو نوشتجات خودمون رو کمتر پایین‌تر مونیم. خب من این خیلی میکنیم میشود. برای اینها را که بچی موندن پرخود هست که در اینجا گزارش یک صحیفه با صحیفه دیگر یعنی سلاید با سلاید دیگر گذراندن از اینها ما میتونیم استفاده بریم. مثال اینه висветление همین خیلی پیدا شدنش بینش باشد با طرف بالو چخیلی که میبینید برای ماندن سلاید ها با اصول های گوناگون من همین رو میمونیم. خب بعد از اون از اینجا پیدا می شود سلاید یعنی انیماسیا که من همین رو ما انتخاب کردیم. من همین نوشته ها چخیل باید پیدا شوند. من همین رو علش کنم چون تا فون خوب نیست نشون نشید یکون ظریف که میمونم این خوبتر می شود. این خیلی مینیم ایناش خوبتر می شود. خب پرخود آمده بودیم یعنی انیماسیا در وقتی که این رو میمونیم مثال همین وزنکنامین رو پخش کنیم این حرفی که ما داریم آنها با یک چیز پیدا میشن. مثال صورت رو میگیریم висветлениеش رو میمونیم که در وقت پیدا شدن آنها همین گونه پیدا میشن. و چهارم یعنی سیوم انیماسیا رو انتخاب میکنیم در این ویلت رو میمونیم چخیل که میبینیم با همین گونه اصول ها پیدا شدن میگیرن. این بود درس سیوم آید برنامه پاورپوینت. تا درس های آینده سلامت باشید.